پروژه های عمرانی که خب شما خارج از ایران هم فعالیت دارید. بله. بدونیم که چه شرکت هایی و چه پروژه هایی بودن که کار کردین، در حال حاضر باهاشون در ارتباطین و این یک افتخار برای یک ایرانی. من با تیم‌های در واقع خارجی داخل پروژه ایران هم کار کردم، تو پروژه خارج از کشور هم که باشون فعالیت بودم. پروژه مثلا شرکت فریسینه فرانسه که در پل لالی باشون فعالیت داشتیم، شرکت OVM چین که در واقع قالب‌های جهنده پل رو باشون کار کردیم، شرکت لپ آلمان که مشاور عالی پل بودن، شرکت دورچ که دوباره آلمانی هستن و مشاور هستن، شرکت انارس در واقع نروژ که طراح دستگاه بیم لانچر بودن برای ما و ساختش رو برای ما در چین البته انجام دادن، و شرکت که نمیشه بگی وزارت نقل عراق که کارفرمای ما بودن و باشون همکاری داشتیم، و وزارت شباب و ریاضه که مجموعه ورزشی زهرا رو با باشون همکاری داشتن. بسیار عالی. آقای مهندس، آیا پروژه‌ای بوده که برای شما این استرس رو داشته باشه و شما با این حجم کار، با این اعداد بزرگی که گفتید، آیا استرس هم شامل حال شما میشه؟ یقینا در پروژه عمرانی ما استرسامون رو بگیم دو قسمت داره. قسمت اول در واقع کارهایی هستش که نوین هست و میخواد در یک پروژه انجام بشه یا از لحاظ اسکیل و حجم بزرگی است میخواد اتفاق بیفته. این خب یقینا برای تیم مدیریت پروژه خیلی استرس‌زا هستش. مثلا ما در مجموعه برای نصب پل تیرهای بتونی که می‌خواستیم جابجا بکنیم و نصب بکنیم 200 تن وزن داشت، 40 متر طول و 3 متر ارتفاع. خب این یک تکنولوژی خاص داشت و یقینا هم استرس به همراه داشت. در پل دیگری مثلا اون در واقع برداشت قطعات سنگین یا هیوی لیفت که انجام میشد یقینا یه استرس خاصی رو همراه خودش داشت. این یه قسمت از استرس‌های کار عمرانی است. قسمت دیگه‌ش هم بحث‌های مالی و اقتصادی پروژه و مهندسی در واقع مالی کردن پروژه هستش که یقینا استرس خواهد داشت. بسیار عالی. بازار کار خوبه آقای مهندس؟ الحمدلله بازار کار رشته عمران با توجه به اینکه ایران و کشورهای دور و بر ایران کشورهای در حال توسعه هستن و ساخت و ساز داره درشون اتفاق میفته، بازار کار خوبی هستش و فضای کار خوب داره برای ایران. صرفاً به عنوان یک شغلی که درآمد خوبی داره شما بهش نگاه کردید یا عشق و علاقه نسبت به این شغل هم دارید و همراه شما بوده و ادامه خواهد داشت؟ واقعا عشقه. یعنی رشته عمران رشته بسیار سختی است و کار کردن در پروژه کار بسیار سخت و گاهی از اوقات طاقت فرسا میشه این کار، ولی واقعا عشقه و من با عشق تمام در رشته عمران کار میکنم و این رشته رو بسیار دوست دارم و اگر بار دیگری هم بخوام انتخاب بکنم و وارد شغل بشم من عمران رو انتخاب میکنم. باز هم عمران. اما نگفتین چرا پل؟ ساختن پل در واقع ارتباط دهنده است و یک لذت خاصی داره. وقتی این ارتباط برقرار میشه یک لذت بسیار خاصی در وجود اون تیمی که دارن کار میکنن اتفاق میفته و پل در رشته مهندسی یک قسمی هستش که تکنولوژی هاش بسیار جدید و مهندسی است و با یک ساختمان و ابنیه فنی بسیار فرق میکنه. پروژه‌ای هست یا پروژه هایی هست که وقتی بهش نگاه میکنید دوست داشتین درش حضور داشته باشین و شما رو در اونجا تصور میکردن و میدیدن؟ بله، من خودم خیلی دوست داشتم که یک پروژه‌ای رو در واقع مدیریتش رو به عهده داشته باشم که یک نمادی بشه در شهر من یا در کشور من. مثلا بشه مثل برج آزادی تهران، بشه مثلا ایفل در پاریس، بشه مثل برج خلیفه در دبی که نماد اون شهر بشه و اون خیلی به یادگار میمونه. قاعدتاً این اتفاق خواهد افتاد وقتی بهش فکر میکنید. در بلند مدت این اتفاق از توانمندی شما و از قدرت شما دور نیست حتما. سلامت. خاطره‌ای هست، تصویری هست، چه تلخ چه شیرین در ذهنتون وقتی که سر یه پروژه دیگه میرید دوباره براتون تکرار بشه؟ بله، در پروژه که خاطره
حتما بوده. من اول اون خاطره تلخ رو بگم که همیشه تو ذهن من تداعی میشه و اون در واقع صبحگاه روز 5 دی 1382 هست، حادثه در واقع زلزله بم که تو اون پروژه که کار میکردیم اکثر تیم کارگری که با ما کار میکردن متاسفانه در اون حادثه از دنیا رفتن و این یک شوک بزرگی به من وارد کرد و من هم در سالهای اول کارم بود و شاید تنها پروژه بود که من رها کردم و دیگه اون پروژه رو من حتی سر اون کار نرفتم دیگه و رفتم پروژه دیگه مشغول شدم. و خاطره شیرین هم بهترین خاطره که تو ذهنم دارم که خیلی برام دلچسب بود، نصب قطعه کلید پل لالی بود که اونم صبحگاه روز 20 اسفند 1389 وضع شد و ارتباط بین دو شهرستان رو با پل برقرار کردیم. آقای مهندس، هر فردی وارد هر حوزه‌ای بشه باید یک سری خصوصیات رو داشته باشه. بله. اگر یک فرد بخواد این رشته رو انتخاب کنه، در این رشته فعالیت داشته باشه، مراحلش رو یک به یک طی بکنه، به نظر شما چه خصوصیت‌هایی رو باید داشته باشه که بتونه به اون مرحله و نقطه عطفه برسه؟ به نظر من در رشته مهندسی عمران اگر کسی بخواد به موفقیت عالی برسه، حتما باید اول صداقت داشته باشه، دوم ادب داشته باشه، این خیلی مهمه، سوم تخصص و مهارت میخواد و چهارم به نظر من اون تعهد و مسئولیت پذیری. امیدوارم که از این گفتگو لذت برده باشید و ازتون میخوام این گفتگو رو از دست ندید، چرا که مهندس سعید توانگر از مهندسین بی‌نظیر و توانمند و قدرتمند ایران زمینه که امروز با افتخار در خدمت ایشون بودیم. امیدوارم هر کجای این کره خاکی که هستید خدا همیشه حافظ و نگهدارتون باشه.